شتاب ما کار کرده ایستاده داشته با متصدیان اویدی این مسئله هر روز سر و کار دارند و رئیس حزب اگراری امیر بوریش قرقلو جانشین رئیس لطیف و همه اینا از پای جمع و بسری وقت جمع آوری ماندن امضاها هستند. این نادرست است. چرا حکومت چه حکومت کمک کرده نمیتونه. حکومت شرایط داده است برای هر یک نامزد. برای من شرایط داده است که خودم شتاب تشکیل کنم، تصدیقات برای امضا گیرم. اینجا یگون وای نیست. برای من چرا برای ایمیل برای بخوریف میکرد است نمیکند یگون کس برای بخوریف. نامزد هستم من تشکیل کردم است. شتاب است، حزب است، حزب سیاسی است. حزب سیاسی باید موقع مقصد خودش داشته باشد. اگر اعتراف نکند هیچ کس دست هم نمیماند. حکومت هم گوید دست نمیماند. شخصیتایی هستند که کسی برای بازوری مجبور کردن نمیتواند و یکی امضا گذارد در ورقه. تحلیلگران هم فکری پوره ندارند. تحلیلگر و نمیداند که بخوریف کیست. بسیار تحلیلگر نمیشناسد من. و تماما از جامعه هم یک چیز گرفته است در اساس همون تحلیل میکند. در واقع برای ضروریت نیست که من حتما با یگان حزب با یگان چیز مخالفت کنم یا اینکه یک وای کنم که در آن صورت مرا شناسد یگان سیاستمدار یگان. نه، ما باید که عقلانه از روی همه آداب و اخلاق انسانی کار کنیم و نامزد هم برای همین است که ما باید دانش بلند قطعی باید کنیم، نه اینکه به دیگر ما دخالت کنیم و یک دیگر سنگ پرتابی کنیم. نه، ما باید یک جا باشیم در پهلوی یکدیگر یک جا یک دولت آباد کنیم. من از سیاست کشاورزی گویم که قانع هستیم، لیکن هست بعضی مسئله هایی که آنها حل خود را طلب میکنند. چون که من بینید استعمال کننده دهقان است در اصل، لیکن حیاتی از همه مشکل ترین برای دهات است و بینید که چقدر مردم در دهات بیکارند. جوانان مکتب میانه تمام میکنند، بعد از تمام کردن مکتب میانه و مهاجرت مهنتی میرند، چون که نیست یگان کارخانه و کارگاهی که در آنجا کار کنند. اما صنعت کارخانه های خرد میانه زیادی ساختن ممکن است که اهالی را جلب کرده، مهاجرت مهنتی را کم کردن کار. کشاورزی، محصولات کشاورزی اشیاء خام نرود، باید همه باید کارکرد شود برای درآمد، برای پیشروی جامعه. بعضی مسائل های دیگری اگراری هستند که اونها باید که ما کوشش کنیم که اونها در مقیاس دولتی حل و فصل خود را یابند. ما باید حفظ کنیم آنها را از جهت یوریدیکی، یعنی وای قانون و قانونگذاری هایی که ما باید که با همه طلبات عمومی جهانی موافقت کنند. یعنی یگان دولتی بیگانه مهاجرت ما زیر استثمار و زیر دیگر مشکلات نگیرد. یعنی قانونیت های ما باید با همین استانداردهای دولتی، استانداردهای عمومی جهانی موافقت کنیم. لیکن مهاجرت مهنتی را تماما نه یگان حذف میکند نه یگان تماما از بین بردن نمیتواند. این وعده دروغ است هر کسی که میکند. بعد اینم از دیگر طرف یک کمک و یک درآمد ملی هم حساب می شود. لیکن باید که ما درست است برای اینو ما خواننده نمانده کنیم. برای اینم در دهات شرایط تشکیل کردن در کار که وقتی که وای به مهاجرت مهنتی میرود اقلا زبان روسی داند. از قشلاق برآمدگی شخصی که بیگان یعنی کسب ندارد در اون جای کار نمیبود. وقتی که کسب آموخته میآموزد و میرود و جای کار دارد، برای وی همون دولت طلبگار است. من همین کردن در کار که به همین صورت ما میتونیم که مهاجرت میکنیم. لیکن مهاجرت برگرداندن و یگان فایده ندارد. هیچ کس هم نمیتواند، نه یگان سیاستی، نه یگان پارتی سیاسی و نه یگان کس. ما باید که تعمیم کنیم. وقتی که یگان شخصیت ما مهاجرت ما که از دیگر دولت بی اساس و بیرون میکند، ما باید که در اساس قانون از آنها طلب نماییم که شما چرا این شخصیت ما را در سطح دولتی باید این همه حل شود.